سلام، حالتون چطوره بچه‌ها؟ تا آخر ویدیو همراه من باشید. میخوام چند تا نکته بگم بهتون که داخل هر تریدی ارز دیجیتالی، به خصوص داخل کارهای ارز دیجیتالی، این بلا سرتون نیاد و کلاهبرداری سرتون نشه. حتما تا آخر گوش بدین. این یک مشکلی که برای خودم اومده و به خاطر همین میخوام شما رو هم در میون بذارم، با شما در میون بذارم که بدونید و این اشتباه رو انجام ندید. پس بریم کامل مفصل این موضوع رو براتون توضیح بدم. بذارید بریم. خب بچه، موضوعی که میخوام بهتون بگم یه نوع کلاهبرداریه که تازگی ها نه داخل ارز دیجیتال بلکه داخل پلتفرم های مثل حتی برنامه دیوار خودمون هم رایج شده و باید در این مورد آگاه باشید تا به مشکل نخورید. خب این کلاهبرداری به چه شکل؟ تو میخوای یه چیزی رو بفروشی، میخوای گوشی بفروشی، گوشی تو میخوای بفروشی، میری اینو میذاری داخل دیوار، میگه آقا 3 تومن من میخوام بفروشمش. یه مشتری میاد، همون کلاهبرداره میاد پیشت، میگه آقا من این گوشی رو میخوام 3 میلیون، باش شماره کارت بده بزنم بفرست برام. بعد پا میشه یه محصول دیگر رو، مثلا یا یه گوشی رو دیگر رو میذاره داخل دیوار، براش مشتری پیدا میکنه، قیمت پایین ترم میزنه تا مشتری زودتر پیدا بشه. بعد مشتری رو پیدا کرد، میگه آقا 3 تومن واریز کن بفرستم بهت، ولی شماره کارت تو رو میده به اونم ناخودآگاه پولو میزنه. تو هم گوشی تو میاری چک میکنی میبینی آره دیگه 3 تومن وارد شد. گوشی رو میفرستی به کلاهبرداره، گوشی میاد میرسه به دستش، فلنگو میبنده، اون نفر دیگه هم منتظره که محصولش برسه دیگه دستش، منتظر میمونه 1 روز 2 روز، میبینه که نیومد، میره روی شماره کارتی که بهش پول زده شکایت میکنه، میگه آقا این پول کلاهبرداری کرده، پول من رو بالا کشیده. تو هم ناخودآگاه نشستی داخل خونت، میگی آره دیگه گوشیمو فروختم 3 تومن فلان و فلان، میبینی یه ابلاغی اومد. آقا چیه؟ مشکل کجاست؟ شما کلاهبرداری کردی، پول یه نفر خوردی. تو تا بیای بگی آقا من نکردم، من گوشی فروختم، چه پولی، به من پول رو به این بابت زده بود، کار از کار گذاشته. با وگزایی میگه که تو پول اون طرف رو بده، برو روی کلاهبردار شکایت کن، پیداش کردی که کردی، نکردی خدافظ، برو تو زندون. خب به کلامش اینه، سر من اومده این مشکل، از روی دلسوزی بهتون دارم میگم. یه نفر اومد، اون زمان من تازه اوایل بود که ترید رو شروع کرده بودم، ارز دیجیتال آشنا شدم. یه نفر اومد گفت آقا من به ارز TRX ترون، همون ترون نیاز دارم، ولی مشکل دارم نمیتونم خودم واریز کنم، بیا پول رو مستقیم بزنم به کارت تو برای من ترون بخر، توی هر ترون 500 تومنش مثلا باز برای تو. منم ناخودآگاه گفتم آره دیگه خوبه، مثلا 10,000 تا بفروشم هر کدومش 500 تا، خیلی سوده دیگه، چه فرقی کنه اون یه از صرافی بخره یا از من بخره، چه فرقی داره. قبول کرد. اولش یه 10 تومن ریخت، منم ارز رو با ولت خودم خریداری کردم فرستادم بهش. بعد دیگه دیدم مثلا آره داخل 10 تومن مثلا 200 تومن موند بهم. درسته پول کمی بود ولی من کاری نکردم، یه دونه کلیک کرده بودم. بعدش گفت بیا 40 میلیونم میریزم بازم بخر. 40 میلیون رو ریخت، منم باز خرید رو زدم براش. زمان قرار بود برای من 1 تومن پول بمونه. همون موقع که من تمام ارزها رو براش ارسال کردم، از بانک
که داشتم واریز میکردم به این پیام اومد کارت شما به دلیل امنیتی مسدود شد. گفتم یعنی چی؟ چرا باید مسدود بشه؟ گفتم صبر کن فردا صبح بشه برم بانک. چه برم بانک؟ صبحش یه ابلاغی اومد. پشت سر اون 18 تا ابلاغی اومد از هر نقاط کشور که بگی. 18 تا ابلاغیه. دیگه من داشتم دست و پامو گم میکردم. آقا اینقدر ابلاغیه برای چیه؟ منم از موضوع خبر ندارم اصلا. ابلاغیه ها رو رفتم دیدم بله اون نفر که داشت به من پول میزد پول خودش نبوده، داشته سر مردم کلاه میذاشته، گفته بیا برای تو سهام عدالت بفروشم، 7 تومن رو بزن شماره کارت من رو میدم. اونو واریز میکردم، منم ناخودآگاه داشتم پول رو واریز میکردم بهش. بعد اونا مینشستن که سهام عدالت بیاد بلاکشون میکرد. اونا میگفته پول من اومده به حسابی، برم شکایت کنم پولمو بگیرم. بعد روی من شکایت میکردن. 18 تا پرونده است روی سر من و هیچ کدومشون عقب نمیره، همشون پولشون رو میخوان. چاره‌ای جز این نیست که پولشون رو بدی. یا باید اون کلاهبرداره رو پیدا کنی که نمیتونی پیدا کنی. چون ببین شماره موبایلش مال یکی دیگه است. یه بنده خدای دیگه مثلا جیبشو زدن، سیم کارتشو برداشتن مونه. مثلا آیدی تلگرامشو داری؟ آیدی تلگرام چیه؟ عوضش کن. تا اینجاش بگم برو دنبال سیم کارتش بگرد، زنگ بزن صاحب سیم کارت. صاحب سیم کارت داخل یک کشور دیگه است. آدرس ولتش دیگه، ما ولت از ولت به ولت پول ریختیم، داخل کشورمون پشتیبانی نمیشه، نمیتونن ردشو بگیرن، اصلا خارج از کشورم نمیتونن. پس مواظب اینطور چیزا باشین. من این اوایل که کم ویدیو میذارم به خاطر همینه، نمیتونم برسم. هر روز ابلاغیه، هر روز ابلاغیه، هر روز ابلاغیه. این ویدیو رو به خاطر این ضبط کردم که شماها داخل جریان باشید، بدونید. امیدوارم که با دیدن این ویدیو ذهنتون آگاه باشه، به مشکلی که من الان خوردم نیفتید. تو رو خدا مواظب خودتون باشید. اگه اینطور چیزی شد، هر جای دیدی گنز هست، اول بیای بشین با خودت یه نیم ساعت بگو آره گنزه. مثلا بگو آره این گنزه. چرا این مثلا به دوستای خودش داره پخش نمیکنه، چرا به من داره پخش میکنه؟ یه تفکری بکن. من بدون تفکر از روی هیجان رفتم یه کاری کردم که الان نمیتونم از زیرش بلند شم. باید خیلی تلاش کنم. پس شما این مشکل رو پیدا نکنید و امیدوارم که با من همراه باشید داخل کانالم. حتما هر سوالی داشتید در مورد ارز دیجیتال، فارکس، کلاهبرداری، هر مشکل در مورد ولتاتون، در مورد ایردراپ، هر سوالی داشتید داخل کامنت ها برام بنویسید تا حتی در توانم باشه همشون رو جواب میدم. سابسکرایب هم یادتون نره، خیلی به هم انرژی میدین. ایشالله که پولداری همگیمون. یا علی.